بازم اومدی اتاق خواب بچه‌ها رو اینطوری چیدمان کردی و میگی فضامون کمه؟ برای داشتن یه اتاق جادار اول دیوار پنجره رو به 2 بخش و بعد شاسی کشی فلزی تخت‌ها رو انجام میدیم. حالا برعکس روش چیدمان غیر کاربردی قبل قراره یه کار هوشمندانه انجام بدیم و تخت‌ها رو بالا نصب کنیم، چون باید از فضای پایینشون استفاده کنیم. قسمت بالای تخت رو هم پنجره نصب می‌کنیم که به بخش دوم و تاریک اتاق هم نور کافی برسه. از فضای پله ها هم میتونید خیلی عالی استفاده کنید. کشو بزنید و برای قرار دادن وسایل دم دستی استفاده کنید. قسمت پشت پله ها رو هم میتونید شلف بزنید و کتاب و لوازم تحصیلشون رو اونجا قرار بدید. دیوار کناری هم یه فضای عالی برای رگال لباس بچه هاست و از فضای زیر پنجره هم میتونید برای مطالعه استفاده کنید. تازه هنوزم مونده از بخش دوم اتاق دیوار سمت چپ برای لپتاپ یا پی سی استفاده کنی. از فضای بالاش هم میتونید دکوری یا اسباب بازی قرار بدین. دیوار سمت راست رو هم میتونید تلویزیون یا پروژکتور نصب کنید. حالا از فضای پایین اون هم میتونید استفاده کنید و مشکل کم جا بودن رو کاملا رفع کنید. باورتون میشه این همون اتاق 12 متری است؟ ما تو پیجمون از مشکلات خونه‌های ایرانی صحبت میکنیم و بهشون راهکار میدیم. حتما سه پست آخرمون رو ببینید.